این افیر تصمیم گرفتیم که درباره سوالهای آموزش زبان انگلیسی و همچنین با یک چند سوالهایی که زبان آموزان و دیگر دوستان در کانال نوشتن به همین سوالها جواب میدهیم. خب اول میخواستم که با یک چند سوالی آن نفرانی که سوال دارن که این زبان انگلیسی رو خب از طرز خوانش و چه خیلی یاد گیریم گفتن سوال دارن، یعنی گفتن که من حرفا رو نه آنقدر میشناسم، چه کنیم که من حرفای زبان انگلیسی رو خواندن توانیم گفته سوال دادن. خب با این سوال جواب میگردونم و بعد اگر شما هم سوال دارید سوال نویسید دوستان عزیز، انشاءالله با سوال ها جواب میدیم. از برادر هستن که من نه خود خوب خواندن میکنم، یعنی من چیکار کنم که من حرف زبان انگلیسی رو آموزم. خب یک چند تا توصیه میکنم برای این حرف زبان انگلیسی رو خوب آموزم. خب چند شما میدونید الفبای انگلیسی 26 تا حرف دارد دوستان عزیز. خب خب اون 26 حرف رو ما باید خوب یکم اجرا کنیم و دوم همون حرف رو خوانده توانیم و شناسیم. ببینید 26 حرف زبان انگلیسی طرز گفتنش دیگر خیلی است و بعدش و خواندنش دیگر خیلی است. خب شما بسیارتر با فونتیک زبان انگلیسی، یعنی جهتی آوازش و طرز درست خواندن رو مشق کنید. انا که ما چه کنیم که حرفای زبان انگلیسی رو خوب خوانیم و حرفای زبان انگلیسی رو خوب خوانده توانیم. خب یکمش دوستان عزیز، شما 27 حرف رو می‌نویسید، 26 حرف زبان انگلیسی رو و بعد از آن هر یک حرف رو اجرا میکنید و بعد از آن همین الفبet رو اگر خواهید که خوب استفاده کنید همین رو از 26 با یک اجرا کنید دوستان عزیز. خب چی میگویید نه از چپ اجرا کنید هم خوبتر میفهمید. خب دوم توصیه همین که ببینید یک تا مثال میگم، همین حرفی های انگلیسی میگم، ببینید در الفبای نومش آر یکی در وقتی خواندن در وقتی گفتن یعنی ر آواز ر میتید، یعنی انگلیسی هم خیلی نزدیکی ها دارد دوستان عزیز. خب از من به همین سوال رو جواب میگردم و بعد از اون با سوال شما هم جواب میگردم دوستان عزیز. انا کن باز دیگر راهی یعنی از خود کردن حرفای زبان انگلیسی دوستان عزیز. اگر شما امکان داشته باشید یعنی با یکم کورس های زبان انگلیسی روید که یک 2 ماه یا 3 ماه یعنی کورس زبان انگلیسی خوانید، یعنی در اونجا هر یک حرف و طرز تلفظش، خب طرز تلفظ هر یک حرف رو میفهمونند. خب ببینید اگر شما وقتی که خوندن شما پیدا شد و بعد از اون شما میتوانید خود آموزی کنید. خب یعنی راهی دومی یعنی از خود کردن یعنی از شناختن حرفهای زبان انگلیسی دوستان عزیز، این با یکم یعنی کورس های کوتاه مدت میگویند 3 ماه یا زیادتر از آن، یعنی شما میتوانید در آنجا رفته 3 ماه یا 2 ماه خواهش خود خب زبان انگلیسی آموزید که در آنجا طرز خواندن و نوشتن رو از شما برای شما میفهمونم دوستان عزیز. خب باز یک راه دیگری از خود کردن همین حرف زبان انگلیسی این است که همون 26 حرفی که وقتی که شما این رو احسو کرده همین رو طرز نوشتنش رو یاد بگیرید، یعنی از کتاب انتخاب برداره، یعنی همین رو یک ورقی خواه گرید یا یک دوسته هست همین گرید همون 26 حرف رو خوش رو کرده، یعنی همون
فهمیسته که شما از جو کرده تانه با همین طور در یکون چیز نویسید اما حرفا در خاطر شما نیستد من این معلومات رو برای اون شخص دادم که همینجا در کامنترم نویسم که من چه خیلی کنم که همین حرف زبان انگلیسی رو یعنی خوندنش رو یاد گیرم ببینید 26 حرف زبان انگلیسی ببینید همین صدوناک‌هاش اگر 6 تا صدوناک داشته باشد ببینید هر یک صدوناک 4 خیل خوانده میشه با بعضی همسای هستن که در بعضی حالت‌ها طرز خواندنشون دیگر خیلی است برای همین خب خودآموزی خوب هستن خیلی گفتند اما اگر شما یک ماه یا 2 ماه اگر شاید باشد با یکم ریزوی چی با یکم کورس‌های انگلیسی بگیرید یک خواندن همین یک فهمیش یک تحکورسی پیدا شود و بعد از اون میتونه که چی کنید خودآموزی کنید خب و راه های آموختن خط زبان انگلیسی یا حرف زبان انگلیسی بسیار است خب انا اکنون به یک چند سوالات جواب میکنم سلام علیکم اگر حضور نشما برای عزیز شما زیر ما انکت پر کرده میتوانید شما زیر ما انکت پر کرده میتوانید خب این انکت شما را اگر قبول کنن زنگ زنن خوب است چون که حاضر بعضی انکت پر میکنن همون ساعت اینترویو نامده یعنی از اون متاسفانه که یعنی بعضی آدمای قبول میکنن این اکنون وابسته به همون حالتشون است خب خدا ما چیکار هستن که بگید بگیم در مشکل هستن چیکار خب شما سان تلگرام نمیرید بازار عزیز شما اول باید آنلاین کنید شما باید یکم قسمش توسط آنلاین یعنی توجه میکنن وقتی که بهرام وقتی شما یکمش گذاشتید و بعد از اون میتونید که بعد از اون شما دعوت میکنن با یک ترینبور اول از همه مهم چیکار میکنه انکت چیز کنه برادر عزیز آنلاین توجه با گذارید یعنی از پیش خیلی هر جا نروید اول آنلاین میشود بعد شما دعوت میکنن و خیلی میرید برادر عزیز خب سلام علیکم السلام برادر عزیز خب سلام علیکم برادر خب اگر برادر عزیز اگر شما یکم بار افسر کرده باشند یعنی اگر شما پلیس تجربه کرده باشند در اینترویو و بعدش افسر اون باشد شما بعد 6 ماه برید اگر شما به اینترویو نابریده افسر اون باشد شما میتونید باز انکت خود رو پیشنهاد کنید برادر عزیز خب سلام علیکم خوش برادر عزیز خب اگر شما هم سوال دارید و زبان انگلیسی نویسید دوستان عزیز من جواب هستم خب چون جان سوال دارم که همین ببینید thank you همین th حرف تلفظش خوبی زبان رو مابین دندان بالا و پایین ته شد اما که میگه thank you نگید خطا بعد جوی ته میگن ته خطا ته thank you خب با ایناش thanks thanks هم تلفظ میکنم برادر عزیز نگه هیچ گو thank you نگید ته با مثل زبان توجیکنه و ته این thank you ته یعنی خوجه برگر میگویم نوگ زبان مابین دندانهای بالا و پایان ته تو میگه thank you خطا است خب راهی دویمش thanks هم گفته میشه خب
حرفی جان سوالانکی جان گوش نه حرفی TH برادری عزیز خب دو طرزی تلفظ دارد ببینید TH سه تلفظ چی تلفظ می شود و ز نه ز تلفظ می شود برای مثال زیز زد زو انا کن سوالی برمیان میاد که من در کجا فهمم که در کدام وقت سه تلفظ میکنم و در کدام وقت ز خب در آن حالت شما ز تلفظ میکنید که ز انه جانشین های اشارتی باشد و ارتکلی ز باشد مثال زیست در اینجا ز شد زد زو زیز زی خب در دیگر حالت ها در ازش شما همیشه بتونید سه تلفظ کنید مثال فکر کردن اوکی که شما نویسید thank جا که بینید خب انسم خب فایده چند اصلا دارد طرز درستی تلفظش جان سالدن یعنی thank you یعنی thank you نگید قصه است خب یاسین خوشه بهترین رحمت خب время телефон روزش время صبحانه آسا با ما دوباره فکر نمیشد برادر عزیز دوباره فکر نمیشد برای اینکه این میدن که هست برای اینکه بسیار آدمان انکه میخورن از حساب بسیار بودن یعنی اتکاز نمیاد یک شما روزی اینجا یک برادر علاقه کردیم یک چند ماه پیش در تاجیکستان ایستاده توسط گروه جوبز آمده‌اند خب زنگ زدن اینترویو گرفت است اگر در تشکیل میرد ویزیو سنتر شهرسپوری 90 اپلیکیشن کردیم خب ولی یک افی دیگر بود درباره این مسئله باز گرمیزی دوستان عزیز یعنی در تاجیکستان ایستاده توسط گروه جوب یعنی هشته پیشنهاد طرف آمده است خب ولی در این باره باز گرمیزی خب سلام برادر و علیکم السلام برادر عزیز خب رضوان شاه سوال بزنم که سلام برادر من روزی 22 مارس ظهر سند گران پلیار ویزا در چند روز فرما شود شانسی آمدن است خب رضوان شاه گوش ندید وقتی شما روزی 22 مارس با ویزای سند میروید خب ویزای سندی که شما رفتید برادر عزیز چی میکند ویزای سند شما ابیچت پاس میگیرد صورت میگیرد پاسپورت رو میگیرد گشتی یک تا حجتی تصدیق کننده میگیرد که واقعا پاسپورت همین در ویزای سند گفته خب ویزا در دوام 15 روز کاری برادر عزیز تیار میشد اگر شانسی دیدن هستید چی اگر شما برادر عزیز انکت ویزا خوش رو به خطا پر کرده باشد شانس هست برادر عزیز خب رسول سلام علیکم السلام جان تشکر زیاد اگر شما اتمنید یکم قول انگلیسی باشد یکم کلمه رو تفسیر تلفظ نفهمیدید یا یکم چیز نفهمیدید درباره آموختن زبان انگلیسی در اینجا نویسید من هم درباره زبان انگلیسی می‌نویسم هم اون معلوماتی که داریم درباره انگلیسی درباره انگلیسی تا قدر امکان با شما جواب میتونم برادر عزیز سلام علیکم من در وقتی پر کردن ویزا اشتباه کردم میشود خب اگر شما برادر عزیز یالوخ شده باشید یعنی یالوخ یالوخ ویزتون یالوخ پر کرده شده باشید یعنی ایزنی دیگر کرده نمیشه خب اگر شما رفته تا جایی که پول پسپورتی به هوای هیچ ایستاده باشید یعنی ایزنی کرده میشه اونجا نیستی هست که چنج نویسید یعنی چی تغییرات برآوردن نویسید وقتی شما همین معلومات ویزی پر میرید آخر همون معلومات رو میبرد که همین یا بار خواهید بین طوری هست و نیست گفتن همش میبرد اگر شما در همونجا گذشتگی باشید
ایزنی کرده نمیشه. اگر در همونجا باشه یا در هوای عقیب باشه ایزنی کرده نمیشه. من یک تا ویدیو کردم درباره طرز تور کردن ویزا. شما میتونید در همونجا در مورد طرز ویزا تور کردنش رو ببینید و به خطاگی تور کنید. خب در اونجا ساس نمبر در اونجا ساس نمبرتون همه چی باید خوشون نمیشه. آدرس و همش خوشون میکنه که خطا نشود. این جواب گردوندن. خب سوال دیگر انکیت فرزند با فرصت بیرانش خودت زیاد کو آگاهی آن دنبال نگفتن یادم ممنون نمیشه بیرانش خودت زیاد نه اکثر شما بریم برو من کردم ما گفته باشه در اون شما یک تا رقم میپرسن این برای آن افرادی که در چی علاقه انگلیس آموزون رفتن گشت از انگلیس بیرون رفتن و وقتی که توی این باری میگوید این برای همون چی افراد است مادر عزیز شما میکنید اگر اروزنی انگلیسی علمیتون باشد میشه در انگلیس کنیم باشد ولی سورو ولی بهتری میشه مادر عزیز وار کنید اینجا همه ملت ها هستن همه اونها با زبان انگلیسی گم میزنن اکنون انگلیسی همه در درجه چی ادوانس نیست رو همه اونا بگین از بگین بلندتر هستن الیمنتر هستن پری اینترمدییت هستن برای میشه بعد شما انگلیسی رو تو گوشتی مشتر یک سوال جواب کار توانید حتما میشه برادر عزیز بسیار شانس دارد. خب پرویز میگه سلام علیکم السلام خواستم چند روز میباد خواستم برادر عزیز هر خیلی میاد در دوامی ما در دوامی 2 هفته آماده بودم برادر عزیز خب این هر خیلی میاد 7 روز 14 روز 20 روز هر خیلی میاد برادر خب سوال دیگر برادر عزیز بله تو وقتی شما انگلیسی در درجه elementary میدونید شما میتونید آموزش کنید وقتی شما باز در داخل محیط انگلیسی داخل شدید باز انگلیسی رو خوبتر می‌آموزید خب مطلب ویزا داداش می خب از با همون سایت یا کانتکت می اداره وقتی که ویزا تور میکنید داخل ویزا سایت یا کانتکت می‌گیرید برای رونی وقت کردن اگر همونجا کلندر میبینی اگر وقت خالی باشد یعنی رونی وقت کرده رفتن میکنه خب اگر زبان روسی کم دانی نمیشه داره خب زبان روسی در انگلیس عموما در کار نمیشه برادر عزیز زبان روسی فقط همون وقتی که کمپانی اگر شما سوال و جواب میکنه فقط در همون زبان روسی چی در کار میشه خب اکنون سوال جواب خوب کردن نکنید تو شما انتخاب کنید خب خب برادر عزیز یک سنج بوده خب مانده نشده با زبان انگلیسی نفهمیدم مانده نشود با زبان انگلیسی چی میشود خب مانده نشود بینید با زبان انگلیسی بعضی فرازها هستن بعضی کلمه عباره‌ای هستن که مثال با دیگر رو ترجمه شد یعنی عیناً چی ترجمه کنکریتی ندارن یعنی این رو بروهای دیگر چی میکنن ابراز میکنن در زبان شناسی هم فلک بعضی فرمای هستن که مثال بعضی کلمه ها و عباره زبان انگلیسی هستن که در زبان تاجیکی ترجمه کنکریتی خود رو ندارند اما باز کلمه عباره های هستن که در زبان تاجیکی ترجمه کنکریتی انگلیسی خود رو ندارند ولی اینها رو نویان چی ترجمه میکنند برادر عزیز مثال آندا نشود اشو میتونه با یک چند روح ابراز کنید همچون معنویان
گفتم می شود میتونه گفتی I hope you are doing well و که شما میتونه گفتی how is it going خب شوکی شما میتونید با همچون معنویان دیولوب کنید برادر عزیز اوکی میگه که I hope your work is going well. I hope your work is going well. Okay, how is your work? گفتن شما میتونید ممکن معنویان ترجمه کنید. یعنی بعضی کلمه هستن که چی خدا نمیتوند. خب ممکن اگر با یکم روحی سلنگ توسط یا لکت یا اثبات کنن، یعنی گفته شود ممکن است برادر عزیز. السلام علیکم. общий чан пользу набрать позицию больше смотрю вот здесь вот правда вот мы общий подход гуфтан наметунам борин ки ин курсо ҳар хелатани нархи асъорани яхина тани киват шуи турад думаш не туре история кардан дади соридан ҳатан овозин ям истин дар истин شما در کجا خودت ترغیب برای اینکه برای از نو استفاده کنم یا برای از نو باز نویسید برای همین هر یکم خطابی خیلی نباشد خطاب شما در کجا هست الیاس سلام علیکم و علیکم السلام سلام نمیدونم چی میشه نفهمیدم چی چی با زبان انگلیسی چی میشه یعنی what میشه چی what o t what خب انگلیسی لزومی اینه که دوستان چیکار کنیم بریم با آن که میگن بطرف انگلیسی میشه او زبان روسی تنها در همون سایل چی در کمپانی آگری کار میشه خلاص خب نه که در اینجا بعضی روزها هستن بعضی سوپروایزر رو هستن که در اوکراین هستن در بلغاریا هستن خاص زبان روسی حرف میزنن زبان روسی هستن همون در کمپانی آگری در وقت سوال جواب کردن وقتی ماست خلاص برادر عزیز خب من قابض میرم چون که مسلمون برای خب انگلیسی دونیم اصلا شما وقتی که کمپانی آگریختی با زبان انگلیسی اونو گام نمیزنن فقط با زبان روسی حرف میزنن برای همین خد اونستا حرکت کنه یک پنج دقیقه من زبان روسی رو نمیدونم گفته هوای میتونه یک پر کنه یک خود رو پنج تاشو یکم خیلی میمون نمیشه برادر عزیز یک اونو زبان انگلیسی وای نمیکنم چی سوال جواب نمیکنم Olga Tuğsan ne koydun? Anladın bu koydun. Kapıda geldi. Anladın bu paylaşır bu experience vize açı istibat kardın bir şey onu meşhur olsun burada geldi. O burada geldi tam kor kardın mümkün fakat روحشو کوفتن کوی هست موضوع مهم هم حرکت رو که مثال رومستن چی فیزیکی ریم و فقط سینتی چی کنیم هر بیدی کنیم که یکم دانشگاه هست و نیجا دیگر را سپاریم این همون کار رو کردن است موضوع عزیز یک روحشو وقتی گفتم جمعه یک روحش کوفتن کوی هست نباید اکنون پایدهش باید شش ماه است برادر عزیز. خودتان برادر عزیز این نمون شما وقتی که اینجا میبینید خب خود ما خیلی از تصمیم گرفتیم درباره همین نمودهای ویزا در انگلیس یک ویدیو چی کردن در نقشه هست خب همین ویزا که چی توسط کمپانی آگری باشه ما اونایی دارن این ویزی کوریا است 5 تیر نام دارد 5 تیر نام دارد فقط 6 ماه پر است خب اصلا من خب باید رو مفته شد
hani rafta misol rasman qaror kardن و اینجا نامه شد برای اینکه باید 6 آدم رود با ترکستان یا رود در اطراف از 6 آدم باز میشه. خب او رو با کدام کسان سلطان باز یک با برادر خیلی همسوبه شدیم تو رو توسط کمپانی از سیستم بانک ویزا هست توسط هوای بعضی بچه پول رو ویزی از دادیم. خب باز یک بار من رو بگذارم. حاضر از راسته رفتن می شود. حاضر برادر عزیز فراموش نمی‌شکرم. هرشون باید همون یک سایت آگری اگر نمیشه همین معلوماتی گفتم میگیرد. برای قربان میتونم با شما دستمال شویم. برادر عزیز از من چیکارم؟ رقمی واسطه چیکارم؟ رقمش ایواز کردم که شما در 92 823 34 چیکمیت ساکن هست از این واسطه پیدا میشه. کسی در اینستاگرام میشه هم او تلگرام دارم و رقم واسطه 92 823 34 37 خب انه ما در این ویدیو دوستان عزیز دوید یکچند سوال ها راطی آموزش زبان انگلیسی صحبت کردیم. انه یکچند سوال دادن درباره آموزش زبان انگلیسی و این سوال ها مجبور بودیم و درباره انگلیا سوال دادن سوال جواب کردیم. باز در ویدیو آینده باز درباره یک ویدیو کردیم هستیم درباره نمودهای ویزا در انگلیا. خب این بود افری ما درباره بعض معلومات ها درباره آموزش زبان انگلیسی و سوال جواب دویل با زبان انگلیسی و درباره سوال جواب درباره انگلیا بود. باز در ویدیو آینده باز حرکت میکنیم با درباره دیگر موضوع زبان انگلیسی و دیگر صحبت کنیم. برامون خوب باشه.